بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرمایند پیامبر مکرم اسلام علیه السلام فرمودند: دو تا نعمت بزرگ هستند که بسیاری از انسانها در مورد این دو نعمت الهی خساره و زیان کردند، یعنی به سبب ندانستن قدر این دو نعمت بزرگ ضرر کردند. الصحت و الفراغ، این دو نعمت بزرگ، یکی سلامتی و دیگر فرصت، یعنی از آرامی و آسودگی برخوردار بودن، فرصت داشتن. حقیقتا عزیزان، بسیاری از ماها از این دو نعمت بزرگ الهی برخورداریم. تن سالم داریم، جسم سالم داریم، از سلامتی برخورداریم، ولی هیهات که قدر این نعمت را نمیدانیم. تن سالم که داریم می توانیم الله سبحانه و تعالی را به طور بهتر و خوبتر عبادت کنیم. می توانیم نمازها را با آرامی و آهسته با حضور دل ادا کنیم. تن سالم که داریم می توانیم نمازهای نوافل خوانیم، زیادتی نماز خوانیم، می توانیم به عیادت بیمار برویم، می توانیم به عیادت و دیداربینی پیوندان و خویش و دوستان رویم. می توانیم تن سالم که داریم از آرامی و فرصت داشتن که برخورداریم، می توانیم فریضه الهی را انجام دهیم، به حج رویم، زیارت خانه خدا رویم و آنجا وقتی سلامتی داریم به طور خوب و بهتر می توانیم احکامات حج را آنجا ادا کنیم. می توانیم با تن سالم داشتن روزه های زیادی گیریم و ماه مبارک رمضان را به طور خوب روزه گیریم و روزه های نافله گیریم. ولی هیهات این دو نعمت را زمانی به قدرش میرسیم که از دست ما می رود. در واقع تن سالم داشتن و آرامی و آسودگی داشتن، ما می توانیم الله سبحانه و تعالی را به طور خوب و بهتر انجام دهیم. وقتی از جامعه آرام و آسوده برخوردار نباشیم، هرگز نمی توانیم عبادت الله سبحانه و تعالی را به طور احسن انجام دهیم. هرگز نمی توانیم احکامات الهی را در حیات خودمان پیاده سازیم و عملی سازیم. هرگز نمی توانیم سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در وجودمان، در حیاتمان پیاده سازیم. بنابراین عزیزان، باید ما به قدر این دو نعمت بزرگ الهی وقتی که داریم به قدرش برسیم و از فرصت ها و از آرامی داشتن، از سلامتی داشتن به طور خوب استفاده ببریم و انجام بدهیم انشاءالله احکامات الهی را و سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم را، تا رضایت الله سبحانه و تعالی را به دست بیاوریم. وقتی که این دو نعمت بزرگ از دست ما رفت، آنگاه انگشتی پشیمانی به دندان نگیریم که دیگر هیچ سودی بر ما نخواهد داشت. دعا بفرماییم که الله مهربان